سلام، اینجا موینم و من موینم. خوش اومدین به این ویدیو. پارت قبلی که دیدین رفتیم با مربیمون که آقای گاتوزوه، خشن‌ترین هافک دفاعی میلان یا سری آ. تیمو نگاه کردیم، اسکواد نگاه کردیم، چیدیم، مربی‌ها رو آوردیم و 5 روز دیگه با کومو بازی داریم. و اینکه آره بورد ابجکتیو هم نگاه کردم، انتظاراتشون خیلی بالا واقعا. و آره ادوانس کنیم و آماده شیم برای بازی با کومو. چند تا پلیر زدم برای این ترکیب 4-5-1 که اسکات کنه تا ببینیم چی میشه، چه خبره. پلگرینی اومده پاچه خاری کرده. آره پلیرهای خوبی هم بودن اغلب. فیفا صورتش خیلی خوبه واقعا. و کدوم آپدیت داده؟ فکر کنم این آپدیت داره. خب ما ساویچو دادیم چون تو آلتیمیت تیم هم تیم آف دی ویک خیلی زیاد میشه ساویچ، واقعا نمیدونم چرا. فیفا 23 بهترین هافک بوده. و آره براردی هم دادیم برای اونور سمت راست، تارمی هم دادیم دیگه، همین هم. و آره خوبه. خب عفیف چی شد الان؟ عفیف کو؟ این فکر کنم عفیف رو چی کرد. آره هنوز داره روش اسکات میزنه، اسکات کار میکنه اشتباهش. خب ادوانس کنیم. من ستینگ ادوانس هم باید درست کنم که واسه هر چیز مزخرفی واین است. خب روز بازی و پریمش ترینینگ و اپونالونیز ببینیم چی به چیه. کومو یه تیم واقعا خوبیه که تونسته تیمان خوبی بره، مثلا فیورنتینا برده، سرجیو روبرتو تو همین کوموه. خب نیکو پاش واقعا بازیکن خوبیه و ریت 7.75. تیک تاک هم بازی میکنه خوبه. خب بریم کنفرانس قبل بازی. آقای نه این که نه، این چرا خوشم نمیاد. آقای گاتوزو قراره صحبت کنه برای به یه ذره بد ساختنش، یه ذره جوون ساختن. تو جوونیاش هم گاتوزو پیر بوده، الان تو این حال میگه درباره تیم حریف که ضد حمله داری بازی میکنی و یه هافک دفاعی مثل پلگرینی داری مشکلی نداری؟ ما میگیم خب نه، تشویقش میکنیم. میگه بازیکن حریف این یارو پرونه آریتراسی. اعتقاد داریم ات هوملز میتونه بازیکن حریف که نامش پرون باشه رو بگیره چون خیلی درخشیده. ما هم هوملز رو خوب تشویق میکنیم، دور سلبریت میکنیم. این خیلی چیه؟ میگه تاکتیک 1907. آره میگه تاکتیکش اینه، حال ندارم واقعا بخونم. تهیجه چه مزخرفی بهش میگه، همونو میدیم که بره تو. تمام شد. بریم اولین بازی استادیوم المپیک. استادیوم خودمون هم هست. هوا بارونیه. بچه های ایتالیا و خیلی هم عالی. خب
خب بازی شروع میشه. بچه شروع میکنه اولین بازیشون رو آقای گتوزو. عبدالحمید دیبالا، پائولو دیبالا، عبدالحمید میاره وسط، شمرده از این ور شعرابی میریزه رو دروازه و هیچی. واقعا فوتبال ایتالیا جای سفتیه. سوله میریزه و یه هد. چقدر مزخرف زده آقای صالح الدین، دفاع راستمونه تا اونجا جلو کشیده. خیلی حالی. خب یکی بره. عبدالحمید رفته. وای پاسو دیر داد، پاسو خیلی دیر داد. دوکیم پاسو دیر داد. خب فعلا که مالکیت در دست بازیکن‌های لاتزیو میباشد. این موقعیت توپو گرفت بدون پنالتی. خب پارادس، عبدالحمید، دیبالا، خود پارادس و گل اول برای تیم گتوزو. روم دست پیشو میگیره. لئوناردو پارادس واقعا چی شد اون وسط دفاعش مثل آب تو خیار وا شد. یعنی نشون میده بازی جذابی داریم وقتی که اینجوری دفاع وا میشه. پارادس واقعا داره خوب کار میکنه. استرسپا گرفتی پشو ولی خطا قبلش خطا شد. یه اول بازی کنن اونا زدن. شهرانی دوباره کوبی تو پاش. ماشاءالله پرس سنگین بازیکن کومو در حال حرکت سمت دروازه روم هستن. توپو پس میگیرن. یه لحظه دوباره بازیکن کومو و دروازه‌بان گلمون اسمش هم نمیدونیم. کوتاه کار کردن. سویلار کوتاه کار میکنه. وای چرا انقدر محکم داری برادر، گفتم بده سمت چپ. گل بخوریم تعویضش کردن نشد. عبدالحمید ضد حمله برقاسای به بازیکن‌های روم و ریدمانی که جبران شد. شمرده گل دوم میزنه و کسی انتظارش رو نداشت در زمانی که دارن حمله میکنن روم گل دوم بزنه. این واقعا عجیبه. پارادس، شهرانی، شرابی بلندتر بریز دیگه. اوه چه توپی روزید پارادس. خود دفاع راستمون داره میاد. بزن. واو با پاش توپو دفع کرد. دفاع راسته چقدر خوب شده این دقیقه ها. میریزه پدو بزن و گل. بازی پرگل رو موفق شد 3-0 کومو رو شکست بده
و همین دیگه. 12 شوت 3 واقعا کمو یه موقعیت داشت، 2-3 تا موقعیت بیشتر نداشت و روم از این ور 9 تا موقعیت داشته، واقعا خوبه. خب فاصله جدولیمون هم بیشتر شده، قطعا اومدیم بالاتر و این خوبه. خب بچه ها خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین. لایک، ساب، کامنت فراموش نشه، هرچی مرامتونه و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.